أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت شده. شماره حدیث در کتاب مسلم 2877 می باشد. جابر بن عبدالله می گویند از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیش از مرگشان 3 روز پیش چنان حدیث را گفتن لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله. شمایان نمیرید مگرم که در حالی که به الله گمان نیک داشته باشید. در حقیقت انسان وقتی که لحظه های مرگش فرا می رسد، بیماری مرگ می شود، به الله گمان نیک بکند که الله او را می بخشد. زیرا واجب است که شیطان وسوسه می کند انسان را که به ناامیدی راه می دهد، الله تو را نمی بخشد، تو گناه کردی می گوید. بنابراین این وسوسه های شیطان را کناره بکند و الله را بخشنده، تواب و غفور بودنش را، رحیم بودنش را، رحمان بودنش را به نظر چشم خود پیش خود قرار بدهد. علما میگویند که گمان نیک داشتن، این امید داشتن، امید و خوف داشتن فیق دارد. انسان وقتی که هنوز جوان است، قوت و مال و وسعت خود را برای عبادت صرف بکند، در جوانیش در حالی که قدرت دارد او خوف را بر دلش جای بدهد، بگوید عبادت بکند، هنوز قوت دارد، مال دارد، انفاق بکند. وقتی که بیمار شد، وقتی که فقیر شد، او امیدش را بیشتر بکند که الله بر او چه خیلی که در صحتیش عمل میکرد می نویسد. این فقه دارد. بعضی علما میگویند که خوف و ترس و امید مثل دو بالی است که هر دوش برابر باشد. اما در هنگامی که بیمار است، انسان بیشتر به الله امید بکند، به نامهای الله که توبه پذیر است، بخشنده است و الله فضل و کرمش بیکنار است، همچنان فکر بکند. چه خیلی که در حدیث آمده است که پیامبر میگویند که یبعث کل عبد علی ما مات علیه. هر شخصی که چه خیلی که به الله گمان داشته باشد، همین خیل زنده می شود. مثلا الله مرا نمی بخشد گفتید، من گناه کردم گفتید و به خود ناامیدی را جای دادید، در روز قیامت همچنان با من گناهگارانی که شما گناه کردید زنده می شوید. بنابراین شما دائم به الله گمان نیک داشته باشید که الله شما را می بخشد. زیرا الله می گوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند که انا عند ظن عبدی بی. من در نزد گمانی بنده هستم. اگر گمان نیک کرد، بیشک الله او را می بخشد. در حدیث آمده است که الله می گوید اگر شما گناه نکنید، یک قومی را الله می آورد که آنها گناه می کنند و استغفار می کنند، الله می بخشد. از شخصی که با عبادتش مغرور می شد و خودبین می شود و دیگرها را سرزنش می کند، یک شخصی که گناه می کند از الله می ترسد و توبه می کند، این نزدیکتر می شود. بنابراین این را نمی فهمند که شما گناه بکنید همیشه. وقتی که این عبادت انسان مثل شیطان خودبین می شود و از درگاه الله رانده شد، خودبین شد شیطان، گفت من از آتش هستم، او خاک است، من معلم هستم، خودبین شد. اما شخص گناهگار همیشه از می ترسد به الله، می گوید که مرا الله می بخشد یا نمی بخشد و توبه می کند و به توبه بدن الله بسیار اقرار می کند. بنابراین واجب است که هنگام بیماری مرگ ما به الله گمان نیک داشته باشیم که الله می بخشد. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.